سلام دوستان، به کانال دکتر فاطمه رضایی کاوشگر ریاضیات خوش آمدید. امروز میخوام براتون 2 سوال کنکور حل کنم. یکی در واقع از معادلات مثلثاتی هست، یکی مال کنکور ریاضی و یکی هم کنکور تجربی که در همین سال 1403 برگزار شده. خب سوال اول که مربوط به کنکور ریاضی هست میگه مجموع جوابهای معادله کوسینوس 2x به اضافه سینوس x به توان 2 برابر با 0 در بازه منهای cp تا p کدام است؟ خب ما میخوایم این معادله رو حل بکنیم. همونجور که میبینید در واقع یکی قوسش در واقع 2x هست یا زاویه‌اش، یکی دیگر در واقع x هست. اینا باید به هم دیگه تبدیل بشن، یکی کوسینوسه و یکی سینوسه. شما باید با استفاده از اتحادهای مثلثاتی در واقع یا سینوس رو تبدیل به کوسینوس کنید یا کوسینوس رو تبدیل به سینوس کنید تا کلا در کل یا فقط سینوس داشته باشین یا کوسینوس یا دیگر توابع مثلثاتی تانژانت، کوتانژانت و غیره داشته باشین. کلا باید در واقع بتونیم یکی از توابع مثلثاتی رو داشته باشیم. خب ما یک اتحاد مثلثاتی داریم بدین صورت که کوسینوس 2x برابر هست با کوسینوس x به توان 2 منهای سینوس x به توان 2. ما این اتحاد رو داریم. خب من از این اتحاد استفاده می کنم، اینجا به جای کوسینوس 2x این مقدار رو قرار میدم. خب اینجا در واقع به ازای این قرار میدم کوسینوس x به توان 2 منهای سینوس x به توان 2. این به اضافه سینوس x به توان 2 سر جای خودش برابر است با 0. خب این دوتا در واقع با هم دیگه ساده میشن، فقط باقی میمونه که کوسینوس x به توان 2 برابر است با 0 و از اینجا نتیجه میشه که خود کوسینوس x برابر با 0، توان صفرش که برابر 0. خب حالا برای حل این گفتیم که شما زاویه ای رو پیدا میکنید. چه زاویه ای در واقع کوسینوسش برابر با 0 هستش؟ یا اینو از حفظ دارید که در واقع میدونید که کوسینوس پی دوم در واقع برابر با 0 هست. پس من اینجا می نویسم که 0 در واقع برابر با کوسینوس پی دومه. یا اینکه در واقع جدول‌های مثلثاتی رو بهتره برای کنکور از حفظ داشته باشید. اگر احیانا در واقع یادتون رفت میتونید از خود دایره مثلثاتی استفاده کنید. ببینید اگر که شما در واقع گفتیم این محورها رو داشته باشید و این دایره مثلثاتیتون به شعاع واحد باشه، گفتیم این محور افقی رو محور کوسینوس ها در نظر میگیریم و محور عمودی رو محور سینوس ها در نظر میگیریم. خب کوسینوس 0 اینجا قرار میگیره. این زاویه رو ما از این میسنجیدیم. چجوری؟ در واقع شما قراره که کوسینوسش برابر 0 باشه. اگه اینجا باشه که خب 1 یعنی زاویه 0، ولی اگه این به چرخه بیاد اینجا یعنی به اندازه پی دوم ما اینجا چرخش داشته باشیم، پی دوم، اون موقع کوسینوسش چنده؟ در واقع برابر با 0 هست. پس کوسینوس پی دوم 0. ولی اگر که این در واقع نسبت‌های مثلثاتی رو از حفظ باشید خیلی بهتره مقادیرش. خب کوسینوس x برابر کوسینوس پی دوم گفتیم که بنا به در واقع جوابهای این معادله به 2 صورت در واقع برای حل این معادله شما میتونید اقدام بکنید به 2 روش. ببینید من یا با استفاده از روی در واقع نمودار میتونید عمل بکنید یا با استفاده از جوابهاش. ببینید اگر ما داشتیم که x برابر هست با 2 کاپی به اضافه منهای پی دوم، جوابهای این معادله بودن برای کا مساوی 0، 1، 2، مثبت منفی 1، مثبت منفی 2 و غیره. خب حالا شما به این مقادیر میتونید به کا مقدار بدید. زمانی که در واقع کا برابر با 0 باشه، خب زمانی که کا برابر با 0 باشه شما 2 تا مقدار خواهید داشت. وقتی کا 0 باشه یکی مثبت پی دوم خواهید داشت یعنی x تون پی دومه، یکی دیگه x برابر با منهای پی دوم هست که خب هر دوی اینها چون در بازه منهای 3 پی تا پی میخواین، هر دوشون قابل قبولن، هم پی دوم و هم منهای پی دوم. من اینا دورشون
علامت بزنم و زمانی که در واقع کا برابر با 1 باشه، مثبت 1 باشه، شما میرسید به اینکه x برابر است با 2p به اضافه p دوم و x برابر است با 2p منهای p دوم. 2p به اضافه p دوم از p در واقع بزرگتره. ببینید بازی که ما می‌خوایم جوابا رو پیدا کنیم از منهای 3p تا p دیگه بیشترین مقدارمون p. این چون بزرگتر از p هست پس این در واقع اینو قبول نمی‌کنیم، این به دردمون نمیخوره. بازه دوم 2p منهای p دوم میدونید که برابر 3p دوم میشه، اینم بزرگتر از p، اینم به دردمون نمیخوره. اگر کار رو 2 3 یا مقادیر بیشتر بدیم دیگه این در واقع برابر میشود با 4p به اضافه p دوم. خب از p بیشتره، 4p منهای p دوم هم از p بیشتره، پس دیگه کار مثبتاشو ادامه نمیدیم، میریم سراغ زمانی که کار برابر با منهای 1 باشه. زمانی که کا منهای 1 باشه اینجا در واقع x برابر می شود با منهای 2p به اضافه p دوم و x برابر است با منهای 2p منهای p دوم. خب منهای 2p به اضافه p دوم یعنی در واقع منهای 3p دوم و این هست دیگه منهای 3p دوم بین بازه در واقع منهای 3p تا p، این قابل قبول هستش. بعدی در واقع میشه منهای 5p دوم، اینم در واقع انگار 2.5p میشه و هنوز از منهای 3p در واقع بزرگتر هست، پس اینم در واقع قابل قبول هستش. اگر کار رو ادامه بدید کا مساویه با در واقع منهای 2 باشه، اون موقع x برابر میشود با دو در واقع به جای اینجا به جای کا شما مقداره، ببینید اینجا به ازای کا داریم منهای 2 قرار میدیم، میشه منهای 4p به اضافه p دوم و x برابر است با منهای 4p منهای p دوم. خب دیگه این منهای 4p به اضافه p دوم یعنی در واقع منهای 7p دوم که دیگه 3.5 میشه و از اون بازه منهای 3p مون خارج میشه. خب پس اینم که دیگه به دردمون نمیخوره، اینم که همچنین، اینم که دیگه بالاخره بزرگتر از در واقع اگه از لحاظ قدر مطلقی بزرگتره ولی کلا کوچکتر از منهای 3p هستش و اینم به دردمون نمیخوره. پس جوابهایی که به دست آوردیم همین 3 تا جوابیه که من دورشون در واقع این 4 تا جواب میخوام هستش. خب از ما مجموع این جواب ها رو خواسته، اینها رو که با هم دیگه جمع بکنیم p دوم منهای p دوم که میشه 0 و منهای 3p دوم منهای 5p دوم میشه منهای 8p دوم که میشه منهای 4p و اینجوری در واقع گزینه اینجا گزینه 4 صحیح خواهد بود چون مجموع جواب ها رو خواسته. در واقع اینجا ببینید 0 و منهای p و گزینه 4 صحیح خواهد بود یعنی میشه منهای 4p. خب سوال بعدی که مربوط به کنکور تجربی هست در مورد حل معادلات مثلثاتی، از ما اختلاف جوابهای در واقع این معادله مثلثاتی رو میخواد، اون جوابهایی که در بازه 0 و p قرار میگیرن. خب معادلمون در واقع بدین صورت هست. خب برای حل این معادله دقیقاً مشابه کنکور ریاضی، اینجا در واقع این قوسش x، این قوسش x، این 2x و کوسینوس سینوس گفتیم همه اینها در واقع باید به یکدیگر تبدیل بشن تا ما بتونیم استفاده کنیم. اینجا کوسینوس 2x رو اگر اون اتحادی که توی مثال اولی حل کردیم، تو سوال اولی حل کردیم یعنی کوسینوس 2 منهای سینوس 2 استفاده کنیم، یعنی از این اتحاد بنویسم کوسینوس 2 منهای سینوس 2، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ببینید کوسینوس 2 منهای سینوس 2 اگر اینجا قرار بدید هم بازم سینوس دارید هم کوسینوس دارید و در واقع چیز به درد بخوری به دست نخواهد آمد، یعنی همه اینها قرار شد یا به سینوس یا به کوسینوس تبدیل بشن. اما اگر به جای اتحاد دیگری داریم کوسینوس 2x برابر است با، اگر اینجا شما به جای کوسینوس x به توان 2 1 منهای سینوس 2 قرار بدید به دست میارید 1 منهای 2 تا سینوس x به توان 2 و این از این استفاده میکنم چون اینم فقط سینوس داره، این طرف تساوی هم فقط سینوسه، پس این اتحاد بیشتر به درد میخوره. پس به جای کوسینوس 2x من مینویسم 1 منهای 2 تا سینوس x به توان 2 برابر است با
طرف دوم در واقع خودش قرار میگیره. خب همه رو میتونیم ببریم در واقع من به سمت چپ اینم منتقل کنم اینم منتقل کنم، یعنی اینجا سمت چپ در واقع خودش و سمت راست اینا بیاد اینور، میشه به اضافه 2 تا سینوس x به توان 2 منهای 1 و برابر است با 0. من اینجا که حل میکنم با جزئیات مینویسم، ولی شما تو کنکور میتونید اینها رو در واقع استفاده کنید از حافظتون و سریعتر بنویسید. اینجا خب پس میمونه من اگه به ترتیب مرتب کنم 2 تا سینوس x به توان 2 به اضافه 3 تا سینوس x، این منهای 1 و منهای 1 2 تا عددن با هم دیگه جمع میشن و میشه منهای 2 برابر است با 0. خب ببینید اگر که این سینوس x رو خب شما در نقش یه x بزرگ این رو در نظر بگیرید، یعنی ببینید این شکلی شما اینو داشته باشید، مثل اینه که معادلتون تبدیل شده به یک معادله 2 تا x به توان 2 به اضافه 3 تا x منهای 2 مساویه با 0. درسته؟ اون موقع این یک معادله درجه 2 هست. من میتونم این رو از دستور دلتا یا از هر روش دیگری که براتون راحت تره حل بکنید. خب اگر از دستور دلتا استفاده کنم که من یه بار بنویسم به 2 منهای 4 آسه دستور حل دلتای معادله درجه 2 بود، به 2 میشه 3 به توان 2 میشه 9 منهای در واقع 4 ضرب در A2 و C منهای 2. اگر بهتر معمولا اینا رو بنویسید، اگر ذهنی عمل کنید گهگاهی این منهاها فراموش میشه و جوابتون کلا در واقع یک بار بنویسید بعد به صورت ذهنی عمل کنید. میشه 9 منفی در منفی مثبت 4 4 تا هم میشه 16 تا و برابر میشود با 25. یک مقداری است بزرگتر از 0، پس 2 تا جواب خواهد داشت. در واقع انگار که x 1 و 2 ما میتونید با هم دیگه بنویسید، میتونید جدا بنویسید، برابر است با منهای b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a. این دستور کلیش بود من بنویسم و این برابر می شود با منهای 3 به اضافه منهای رادیکال 25 به روی 2 ضرب در 2 یا دیگه 2 تا 4 تا میتونید بنویسید. خب اینجا میشه یکیش در واقع میشه منهای 3 به اضافه 5 تقسیم بر 4 که برابر می شود با 2 چهارم یعنی 1 دوم. یک جواب اینجا به دست اومد و منهای 3 منهای 5 تقسیم بر 4 میشه منهای 8 تقسیم بر 4 که میشه منهای 2 تا جواب به دست آوردیم. خب این x ما در واقع این x بزرگ ما اگه یادتون باشه سینوس x بود، سینوس x کوچیک بود. خب پس ما انگار که اینجوری به دست آوردیم 2 تا جواب به دست آوردیم. یکی سینوس x برابر شد با 1 دوم، یکی سینوس x برابر شد با منهای 2. این که غیر قابل قبوله. چرا؟ چون ما میدونیم که سینوس x مقداری خواهد بود بین منهای 1 تا 1، یعنی حد اکثر دیگه حد اکثر 1 و حداقل منهای 1 از منهای 1 کوچکتر یعنی منهای 2 ما نداریم. پس این که غیر قابل قبوله. میریم سراغ حل این یکی، یعنی سینوس x برابر است با 1 دوم. خب این معادله سینوس x برابر است با 1 دوم رو من به 2 روش براتون حل میکنم. روش حل اولش خب این که اول تو هر دو تا در واقع یکسانه، 1 دوم در واقع سینوس چه زاویه 1 دوم؟ سینوس 30 درجه یا پیش ششم. پس سینوس پیش ششم یا 30 درجه در واقع برابر هست با 1 دوم. خب برای حل این شما میدونید ما 2 دسته جواب داشتیم. یکی x برابر است با 2 کاپی به اضافه پیش ششم، درسته؟ برای k متعلق به z یا k مساوی با 0 مثبت منهای 1 مثبت منهای 2 و غیره. اینا رو من می‌نویسم که ببینید، ولی دیگه توی کنکور میتونید در واقع اینا رو در داخل ذهنتون داشته باشید. x برابر است با جواب دوم 2 کاپی به اضافه پی منهای پیش ششم بود برای همین k ها k مساوی 0 مثبت منهای 1 و غیره. خب حالا میتونید به k مقدار بدید و ما جوابهای بین 0 تا پی رو در واقع میخواستیم، یادمون باشه. خب اگر که در واقع شما k رو 0 بدید x برابر میشه با از معادله اول در واقع پیش ششم به دست میاد. خب پس اینو که داریم و از معادله دوم پی منهای پیش ششم به دست میاد، پی منهای پیش ششم اینم داریم دیگه. 2 تا در واقع جواب به دست آوردیم. اگر که k رو برابر با 1 بدید،
خب توی معادله اول که 1 بدم میشه 2p به اضافه p ششم، x میشه 2p به اضافه p ششم و از p بیشتر میشه چون ما جواب خودمون رو در بازه، شما اگر که به صورت سوال در واقع دقت بکنید ببینید اینجا در صورت سوال در بازه 0 تا p از ما خواسته بود، پس این در واقع مقداری بزرگتر از p، پس این جوابمون نیست. x مساوی است با توی دومی به ازای توی این یکی به ازای در واقع k مقداری 1 قرار بدید، بازم 2p به اضافه p میشه 3p منهای p ششم هم در واقع از p بزرگتره، پس اینم به دردمون نمیخوره. پس دیگه هر چقدر k رو در واقع مثبت ادامه بدید فایده نداره. k رو اگر که -1 بذارم در واقع x برابر میشود با توی این رابطه شما به جای k منهای 1 میذارید میشه منهای 2p به اضافه p ششم. خب این مقداری است منفی منهای 2p به اضافه p ششم در واقع مقداری کوچکتر از 0 خواهد بود، در واقع که ما فقط بین بازه 0 و p میخوایم، پس اینم به دردمون نمیخوره. x مساوی است با میشه منهای 2 توی دومی بذاریم منهای 2p به اضافه p میشه منهای p میشه منهای p منهای p ششم که اینم کوچکتر از 0، پس اینم به دردمون نمیخوره. خب دیگه منفی ها رو اگر ادامه بدید همچنان اینا کوچکتر از 0 میشن و فایده نداره. پس ما 2 تا جواب به دست آوردیم. اختلاف این جواب ها رو از ما میخواسته. خب اگر اینها رو در واقع p منهای p ششم رو من منهای p ششم کنم به دست میارم p منهای 2 تا p ششم، یعنی p منهای p سوم و برابر میشود با 2p سوم و 2p سوم و جواب ما گزینه ببینید 4 خواهد بود. این گزینه این در واقع روش حل اولمون هستش. اما یک روش در واقع حل دوم هم برای این ما داریم که با استفاده از دایره مثلثاتی. ببینید سینوس x برابر 1/2، اولا 1/2 سینوس چه زاویه‌ای هست؟ سینوس p ششمه. تا اینجا که داریم. خب یک لحظه من این در واقع p ششم رو رسم کنم. اگر اینها محورهای در واقع مختصات ما باشه و این دایره مثلثاتی باشه، اینا مثبتن 1، اینا هم که منهای 1. دایره مثلثاتی میدونید یک دایره است با مرکز مبدأ و شعاع 1. گفتیم محور افقی رو محور کوسینوس ها و محور عمودی رو محور سینوس ها در نظر میگیریم. خب p ششم یا 30 درجه، یعنی انگار 90 رو به 3 قسمت تقسیم کنیم. حالا خیلی مهم نیست شما زاویه‌اش رو در واقع خیلی درست بکشید. اینجا فرض کنید زاویه p ششمه. خب حالا سینوس، وقتی که من میخوام سینوس این رو بسنجم در واقع گفتیم که وصل میکنیم به این قسمت. شما اگر که یک آدمک توی این قسمت این زاویه p ششمه، خب یه آدمک اینجا تصور بکنید. شما میدونید که این از دانش‌های قبلیمونه، حالا من اینجا براتون یه خلاصه‌ای بگم. سینوس در واقع این زاویه، مثلا اگر اینجا من اسم این رو تتا بذارم، سینوس تتا برابر میشود با طول ضلع مقابل به طول وتر. خب پس طول ضلع مقابلتون اینجا چنده؟ یعنی انگار که در واقع شما این قسمت رو، این قسمتی که در واقع مثلا اگر اینجا این نقطه‌ای که روی دایره قطع میکنه، مثلا اگر که x و y هستش، این قسمت که عمود میشه. ببینید ضلع مقابل یعنی این آدمکی که اینجاست، چشماش به روبرو، یعنی روبروی چشماش چی قرار داره؟ این ضلع میشه، درسته؟ و طول این برابر با همین y میشه. اینو که وصل بکنیم در واقع طول این برابر با چی میشه؟ y میشه. و طول وتر همین شعاع دایره میشه که دایره چون دایره مثلثاتی هست شعاعش 1 هست برابر با y. به خاطر همین ما چون y مون سینوس تتا میشه، این محور y ها رو در واقع محور سینوس ها در نظر میگیریم. خب حالا که این محور سینوس هاست، شما این در واقع این رو ادامه میدم ببینم دیگه کجاش در واقع چه زاویه ای همین مقدار رو داره. خب اگه اینو ادامه بدید شما، خب اینجا رو قطع میکنه. خب یعنی یه زاویه جدیدی اینجا در واقع ساخته میشه، یعنی این زاویه از اینجا تا اینجا. خب این قسمت با استفاده از در واقع
اگر که اینجا این تیکه پیش شم باشه با استفاده از در واقع تشابه این قسمت هم پیش شمه. خب پس این کلن از اینجا تا اینجا که پیه میشه پی منهای پیش شم. پس یه زاویه قرمز دیگه هم دارید که پی منهای پیش شمه، یعنی پی منهای پیش شم. خب پس ببینید در بازه صفر یعنی اینجا تا بازه پی شما دو تا زاویه دارید، یکی زاویه خود پیش شمه، یکی پی منهای پیش شمه. بذارید من یک بار دیگه این رو به صورت خلاصه براتون رسم کنم، چون اونجا من خواستم در واقع ارتباط سینوس رو توضیح بدم که چرا اون رو محور ایگرگ ها رو ما محور سینوس ها در نظر میگیریم. ببینید ما گفتیم که اینجا شما این رو رسم میکنید، خب بعد این زاویه پیش شم شماست، یعنی یکی از جوابهای شما جوابتون پیش شمه. خب یعنی یکی از جوابها، چون میخواید در بازه صفر تا پی در واقع میخواید پیدا بکنید. صفرتون که اینجاست، پی هم که اینجاست، یعنی از اینجا تا اینجا در واقع پی هستش. یکی که پیش شمه، بعد اینجا گفتیم که این در واقع سینوسش میشه این مقدار. خب یعنی این همون 1/2 انگار. اینو اگر من ادامه بدم در اینجا قطع میکنه و یه زاویه دیگر اینجا ساخته میشه و این میشه پی منهای پیش شم، چون این قسمت این تیکه پیش شمه، این زاویه قرمز یعنی از اینجا تا اینجا در واقع برابر می شود با پی منهای پیش شم. پس یه ایکس دیگه هم به دست آوردید، پی منهای پیش شم. خب دیگه اگر که ادامه بدید یعنی از اینجا خارج بشه و دوباره برگرده بیاد اینجا، دیگه 2 میشه، دیگه از پی رد میشه، به خاطر همین نمیگیریم. درسته؟ یعنی من میتونم اینجا در واقع از اینجا به اندازه 2 بیام و بعد 2 به اضافه پیش شم دوباره روی این ضلع آبی قرار بگیرم، ولی دیگه از پی بیشتر میشه. پس همین 2 تا جواب رو داریم که اگه پی منهای پیش شم رو منهای پیش شم کنم، گفته بود اختلاف اینا چقدره، دوباره میشه پی منهای 2 تا پیش شم یعنی پی منهای پی سوم و برابر می شود با 2 پی سوم که همون گزینه 4 خواهد بود. موفق و پیروز باشید.